تا جایی که وقتی ریا رواج پیدا میکنه دیگه نمیتونی اعتماد کنی که این آدم شیخ معرفتیه یا ادای شیخ آدم، این صوفیه یا نه یک آدم گناهکاره ولی لباس صوفیان پوشیده که ادعا کنه من صوفیم. بارها گفتم در این باره تمام مناسبت ها عنوان های اجتماعی که قاعدتاً مثبتن، مثل زاهد، خب زاهد کسی که سر عبادت میکنه، محتسب کسی که به امور شرعی مردم رسیدگی میکنه، مفتی کسیه که فتوا ازش میگیریم، شیخ پیشروه، شیخ امامه، شیخ کسی است که مریدان زیادی پشت سرش راه میفتن برای رسیدن به حالا معرفت الهی. اینا عنوانهای قاعدتاً مثبتی هستن، اما در روزگار حافظ چون ریاکاری زیاد شده به هیچ کدوم از اینا نمیشه اعتماد کرد، بلکه حافظ به قطعیت میگه که اینا همه دارن ریا میکنن. این که میگه من شیخم شیخ نیست، اینی که واعظ مردم رو نصیحت میکنه گناهکار خودش صلاحیت نصیحت کردن دیگران رو نداره. این زاهد اهل عبادت نیست که، همون که گفت میخور که شیخ و زاهد و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن.